شدم. از همون اول میدونستم قرار کلی اتفاق و چیزای جالب ببینم. اولین چیزی که در مسجد مکی نظر منو جلب کرد طراحی زیبای اون بود. بعد از چند دقیقه اذان ظهر رو گفتن و جمعیت نمازگزار به سمت مسجد روانه شد. مردمی که مغازه هاشون رو ول کرده بودن و برای اقامه نماز به مسجد اومدن. بعد از ورود نمازگزاران نوبت ورود مولانا عبدالحمید بود، رهبر سنی های زاهدان و امام جماعت مسجد مکی که در بین محافظان و طرفدارانش داشت وارد مسجد میشد تا نماز رو اقامه کنه. سمع الله لمن حمده الله. بعد از اقامه نماز با مولانا عکس گرفتم و با یکی از همراهانش راهی بخش دیگری از مسجد شدم تا اونجا رو بهم نشون بدم و توضیحات مسجد رو بهم بگم. بعد از دادن توضیحات ازم دعوت کردن که اگه دوست دارم موقع نماز مغرب به مسجد برگردم تا در بخشی رو برام باز کنن که هیچ فیلمی ازش تو اینترنت نیست و من قراره توی ولاگ بعدی این بخش از مسجد مکی رو بهتون نشون بدم.